تمام این شهر که کنسر هم اگه بگیرن، کنسر به خاطر این در ایران وحشتناکه. بذار اینو من به شما بگم جیگرهای من، حتما اینو گوش بکنین. به خاطر اینکه ما ایرانی ها میترسیم دکتر بریم، نریم دکتر یه چیزی در بیاد. خب بابا برو دکتر، که اگر خدایی نکرده بابا اسم سرطان فقط تو ایران میاد، مردم زبون گاز میگیرن، 2 تا انگشت سوراخ چون میکنن، بعد بو میکنن، میرن کونشون بو میده از ترس، وای سرطان. نه، آمریکا داداش، من 2000 تا رفیق دارم سمبالا گفت ما سرطان داشتیم خوب شدیم. چرا؟ چون همون اول فهمیدن. حتما برادر سالی 1 بار 2 بار یه آزمایش بدین، چکاپ بکنین. اگر مشکلی دارین، شکمت درد میکنه، نگو او به خاطر این اون دختره رو کردم من نفرین کرد الان اینجا تیر کشید. نه آقا، یه چیزی اون تو هست. گوز چرا بی شقیقه داره، گاییدین منو برادر. دلیلی که اینجا همه خدای نکرده اینجوری میشن، سرطان میگیرن، سریع خوب میشن، چون دکتر همون اول میفهمه. بعد داداش من، سرطان که تو استیج اول، یعنی تو مرحله اول که اصلا بفهمی، هیچ چیز نمیکنه، کاری نمیکنه. بعد یه خوبی که فاستینگ داره، شما به خاطر اینکه گشنه هستین، حالا من نمیدونم پزشکیش، نمیدونم چه کسبادی، گوگل بکنیم این چیه دیگه، مثل اینکه نمیدونم غذا به چیزش نمیرسه، نمیدونم میمیره و اینا دیگه. خوبه دیگه آقا، همه پولدار رو همه فاستینگ میگیرن. فاستینگ با کلاس ها خیلی به درد سلامتی میخوره. بعد هیکلت رو یه جورایی کلفتر میکنه، ولی هفته 3 روز دوباره عرض کردم. بعد به درد سن بال زیر 35 سال آقایون نمیخوره، زیر 35 سال به درد نمیخوره، فاستینگ نگیرین. این یه مطلب. و آزمایش حداقل سال 1-2 بار بدین. خیلی